سال 1933 یک صدرالاعظم جدید در آلمان انتخاب میشه. اون با تئوری‌های توطئه‌ای که امروز مطرح میشن قدرت رو به دست نگرفت. اون برای انتخاب شدن دست به هیچ خشونتی نزده بود. اون با قوانین کاملا دموکراتیک دولت وایمار ریپابلیک روی کار اومد. دموکراسی که کاملا صریح قول داده بود اون رو به طور کامل از بین میبره. شاید الان برای ما عجیب باشه، ولی در دوران بعد از جنگ جهانی اول مردم آلمان و همچنین خیلی از کشورهای اروپایی علاقه چندانی به حکومت دموکراسی نداشتند. اونها به دنبال یک منجی میگشتن. دوست داشتن یک فردی بیاد همه امور رو در دست بگیره و اون کشور رو از منجلابی که افتاده نجات بده، چون اروپا داخل یک منجلاب افتاده بود. رکود بزرگ اقتصادی شکل گرفته بود، جامعه فقیر شده بود و گرسنگی روز به روز بیشتر میشد. خیلی از رهبران این کشورهای اروپایی هیچ رقم نمیتونستن جوامعشون رو از فقر نجات بدن. وقتی که فقر میاد، دموکراسی هم چهره زشتی پیدا میکنه. صدرالاعظم جدید یک وعده مهم دیگه هم به مردم داده بود. اون وعده داد که کار نیمه تمام جنگ جهانی اول رو تموم میکنه، حتی اگر بهای اون خون باشه. این فرد آدولف هیتلر بود. ولی قبل از پرداختن به جبهه‌های نبرد در جنگ جهانی دوم باید یک مسئله رو در نظر بگیریم. چی شد که اصلا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد؟ این چیزیه که خیلی از منابع زیاد در موردش صحبت نمی‌کنن. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شد، کشورهای پیروز که اکثرا کشورهای غربی بودن شروع به نوشتن تاریخ جنگ جهانی دوم کردن. تاریخی نوشتن که وقتی میخونیم نکات مجهول خیلی زیادی داره. به طور ساده تر این رو میگن در یک دوره‌ای در 3 کشور آلمان، ایتالیا و ژاپن 3 فرد دیوانه ظهور کردند که بسیار دژخیم و خونخوار بودند. در آلمان هیتلر ظهور کرد، در ایتالیا موسولینی ظهور کرد و در ژاپن هم هیروهیتو. ولی هیچ وقت نمیگن که دلایل اینکه این افراد وارد جنگ شدن چه چیزی بود. خیلی راحت میگن که هیتلر یک شب از خواب بیدار شد، تصمیم گرفت که جهان رو تبدیل به یک آشفته بازار کنه. اقدام به جنگ کرد و 2 فرد دژخیم دیگه یعنی هیروهیتو و موسولینی هم باهاش همپیمان شدن. بعد هم نیروهایی که متفقین رو تشکیل میدادند مانند یک فرشته نجات ظهور کردند و این نیروهای سیاه شیاطینی رو از بین بردند. یک چنین تاریخ ساده ای رو دارن به ما میگن. تمامی تقصیرها رو به گردن اون افراد میندازن، اما اشاره نمیکنن چه اتفاقاتی افتاد که این افراد وارد جنگ شدن. حتی در تاریخ یک مقوله ای رو آوردن به اسم مدمن هیتلر، یعنی هیتلر دیوانه. هر فردی که اقدام به جنگ میکنه، اقدام به کشتار میکنه، لقب این فرد رو هیتلر میذارن. در این حد از اون افراد نفرت دارن، مخصوصا شخص هیتلر. اما در این ویدیو میخوایم سایر منابع رو هم بررسی کنیم، نه فقط منابعی که جناح پیروز نوشتن. همه چیز رو بذاریم کنار همدیگه و ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. اصلا میخوایم ببینیم که آیا جنگ رو هیتلر شروع کرد؟ آیا جنگ اصلا در اروپا آغاز شد یا نه سالهای قبلترش در نقطه دیگری جنگ جهانی دوم شروع شده بود؟ اینها رو قراره در این ویدیو بررسی کنیم. کامل راجع به جنگ جهانی دوم صحبت میکنیم. یه پلیلیست هم داخل همین کانال ساختیم. هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به جنگ جهانی دوم ارتباط داشته باشه میذاریم داخل همون پلیلیست. احتمال داره که تعداد ویدیوهاش از 100 تا هم بیشتر بشه، چون میخوایم جنگ جهانی دوم رو از تمامی منابع و از تمامی منظرها بررسی کنیم. بریم ببینیم که چی شد که جنگ جهانی دوم آغاز شد. بدون اطلاع از جنگ جهانی اول ما نمیتونیم دلایل وقوع جنگ جهانی دوم رو بررسی کنیم. جنگ جهانی اول به اعتقاد خیلی ها اصلا تموم نشده بود و این جنگ نیمه کاره رها شده بود. وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد، مشکلاتی در کشورهای اروپایی شکل گرفت که مشابهش در دوران جنگ نبود. فقر اومد، رکود اقتصادی اومد، گرسنگی اومد، بحرانهایی به وجود اومد که خیلی از رهبران این کشورها نمیتونستن هیچ کمکی به جوامعشون بکنن. تمامی رهبران کشورهای اروپایی تو زمان جنگ جهانی دوم همون افرادی بودن که در جنگ جهانی اول هم حضور داشتن. حالا یا سرباز بودن یا افسر بودن، ولی عمرشون انقدر کفاف داده بود که هم جنگ جهانی اول رو ببینن
هم رهبر کشورشون در جنگ جهانی دوم باشن. ولی در این زمینه حتی کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول دچار بحران اقتصادی شده بودند. در این زمینه همشون مشترک بودن. برای اینکه بفهمیم چرا جنگ جهانی دوباره در سال 1939 به اروپا برگشت، ابتدا باید ببینیم جنگ در سال 1914 چطور دامن اروپایی ها رو گرفت و چی شد که اون جنگ تموم شد. دلیل جنگ جهانی اول خیلی ساده بود. آلمان شدیداً داشت پیشرفت میکرد و تبدیل به یک ابرقدرت میشد. اما چطور ممکن بود ابرقدرت‌های اروپایی اون دوران مثل انگلیس و فرانسه و روسیه بتونن ظهور یک ابرقدرت جدید رو تحمل کنن؟ درگیری بین این کشورها به قدری بالا گرفت که با کوچکترین بهونه و فقط شلیک یک گلوله توسط یک نوجوان همه کشورها افتادن به جون هم. جنگ جهانی اول به یک باره و به طور بسیار عجیبی خاتمه پیدا کرد. این در حالی بود که آلمان همچنان قدرت خودش رو داشت. چطور امکان داشت اون آلمان قدرتمند به یک باره بازنده جنگ اعلام بشه؟ آلمان در جبهه شرقی ضربات بسیار مهلکی رو بر روسیه تزار وارد کرد. قبل از اینکه جنگ جهانی اول خاتمه پیدا کنه، روسیه در مقابل آلمان به زانو در اومده بود. در جناح غربی هم کشورهای غربی نتونسته بودن آلمان رو اشغال کنن. هیچ کدوم از شهرهای آلمان به دست کشورهای غربی نیفتاده بود. اما به یک باره ما آلمان رو دیدیم که اومد وسط و عهدنامه صلح امضا کرد و خودش رو بازنده دونست. در اواخر داستان جنگ جهانی اول هم دیدیم که آلمان قرار بود یک حمله همه جانبه به فرانسه داشته باشه، اما این حمله هم هیچ وقت اتفاق نیفتاد. آلمانی ها معتقد بودند ارتش اونها از پشت خنجر خورده و بهشون خیانت شد و به هیچ عنوان شکست نخوردند. در آلمان یک انقلاب رخ داد و ویلهلم دوم برکنار شد. آلمان ها با تمام دنیا داشتن می جنگیدند و واقعا کسی حریفشون نمی شد. به یک باره در سال 1918 جنگ متوقف شد. جنگ با چیزی که بهش آرمستیس گفته میشد خاتمه پیدا کرد. اما آرمستیس به چه معناست؟ آرمستیس یک اصطلاح نظامیه به معنای توقف جنگ در اوج درگیری. تو فارسی هم ترجمهش کردن آتش بس، تا زمانی که نمایندگان کشورهای درگیر وارد یک مجمعی بشن و در اونجا عهدنامه صلح نهایی رو امضا کنن. همین کار رو هم در اروپا انجام دادن، عهدنامه موسوم به عهدنامه صلح ورسای. اما در این عهدنامه صلح ورسای دولت انقلابی لنین یعنی شوروی کمونیستی دعوت نشد، چون کشورهای اروپایی باهاش مشکل داشتن، در حالی که روسیه متحد انگلیس و فرانسه بود و در جنگ هم شرکت داشت، خسارات زیادی هم دید. ولی این دولت ها اون کشور رو به رسمیت نشناخته بودن و این کشور یعنی شوروی به کنفرانس صلح ورسای دعوت نشد. اما عهدنامه صلح ورسای رو چه کسانی تنظیم کردند؟ تنظیم کنندگان عهدنامه انگلیس، فرانسه و آمریکا بودند. در نهایت ما آلمان رو دیدیم که فقط وظیفش این بود بیاد وزیر عهدنامه رو امضا کنه. عهدنامه‌ای که 0 تا 100 علیه آلمان بود. تمام مفاد معاهده آلمان رو مقصر جنگ معرفی می‌کرد. گارانتی صلح این بود که تا جای ممکن آلمان رو ضعیف کنن. آلمان قسمت زیادی از خاکش رو در قسمت شرقی از دست داد. قسمت‌هایی در جنگ که همیشه در اونها برنده بود، یعنی لهستان. شاید بهتر بود کشورهای جدید رو بر اساس ملیت‌ها جدا می‌کردند، در حالی که در لهستانی که به تازگی ایجاد شده بود جمعیت زیادی آلمانی تبار زندگی می‌کردند و برعکس تعداد زیادی لهستانی هم در آلمان زندگی می‌کردند. جنگ وضعیت اقتصادی در فرانسه و انگلیس رو به طور کامل نابود کرده بود. برای رهایی از این وضعیت بد اقتصادی، انگلیس و فرانسه در ورسای آلمان رو مجبور کردند پول زیادی به این دو کشور پرداخت کنه. در واقع تمام بدهی‌های فرانسه و انگلیس رو آلمان مجبور بود پرداخت کنه، پولی که آلمان نداشت، و پرداخت این بدهی اقتصاد آلمان رو به بدترین اقتصاد تاریخ تبدیل کرده بود. به سرعت فقر و فحشا سراسر آلمان رو فرا گرفت. آلمانی ها مجبور بودند منطقه رایلند که مرز آلمان با فرانسه میشد رو هم
خالی از نیروهای نظامی کنند. ارتش آلمان که اون زمان قوی ترین ارتش اروپا بود، نیروهای نظامیش رو تا 100,000 نفر باید کاهش میداد. این تعداد 100,000 نفر اصلا به کار دفاع از کشور هم نمی اومد، چه برسه که بخوان به یک کشور خارجی اعلان جنگ هم بکنن. ارتش آلمان طبق این قرارداد حق داشتن هواپیما و تانک جنگی رو نداشت. نیروی دریایی آلمان هم حق استفاده از یوبوت‌های جنگی رو نداشت. قرارداد ورسای سازمانی به نام لیگ آف نیشنز رو به وجود آورد، چیزی شبیه به سازمان ملل امروزی که قرار بود مشکلات از طریق صحبت کردن در این مجمع حل بشن. قرارداد ورسای هیچ مشکلی رو حل نکرده بود. تمام تنش‌ها همچنان بین کشورها وجود داشتند و حتی تنش‌های جدیدی هم بهشون اضافه شده بود. با اینکه جنگ تموم شده بود و آلمان به عنوان یک کشور شکست خورده معرفی شده بود، ولی همچنان قوی ترین کشور اروپا بود. زیرساخت‌های اقتصادی خودش رو داشت، کارخونه‌ها رو داشت، کارگاه‌ها رو داشت. کافی بود که این چرخ اقتصادی رو دوباره بچرخونه. اگر میچرخوند میتونست دوباره اقتصاد خودش رو رشد بده و مردم رو از فقر نجات بده. ولی این وسط یه چیزی مانع بود. مانع چی بود؟ عهدنامه صلح ورسای. طبق این عهدنامه آلمان هر چی پول در می آورد دو دستی باید تقدیم انگلیس و فرانسه میکرد. هیچی به خودش نمیرسید. حتی ساعتهای کاری کارگران بیشتر هم میشد. اینا هی مدام باید کار میکردن تا غرامت جنگی پرداخت کنن. این از طرف آلمان. اما از اون طرف انگلیس و فرانسه خیلی روی این پول حساب باز کرده بودن. اونها قرار بود با پولی که از آلمانی ها میگیرن تمامی مشکلات و خلاهای اقتصادی خودشون رو برطرف کنن. حسابی خودشون رو وابسته به این پول نشون داده بودن. ولی یک وحشتی هم داشتن. گفتیم که مفاد عهدنامه خیلی سفت و سخت علیه آلمان بود. انگلیس و فرانسه این رو میدونستن. اگر آلمان یکی از این مفاد رو زیر پا بذاره، احتمال داره دونه دونه این مفاد رو بذاره کنار و بعد هم عهدنامه رو بذاره کنار. شاید یه جنگ جدید هم دوباره شروع بشه. یعنی چیکار کنه؟ دیگه پولی پرداخت نکنه، ارتش خودش رو قوی کنه، تانک تولید کنه، هواپیما تولید کنه، چه بسا بیاد منطقه رایلند رو هم دوباره از فرانسوی‌ها پس بگیره. پولی که به فرانسه و انگلیس هم قرار نبود بده و اقتصاد اون کشورها دوباره شکننده میشد. از اون طرف هم که ارتشش رو قوی میکرد و همه میدونستن که دیر یا زود احتمال داره دوباره جنگی شکل بگیره. بنابراین مفاد این عهدنامه از همون ابتدا شکننده بود، نه فقط برای آلمان که انگلیس و فرانسه هم از پیامدهاش وحشت داشتند. آمریکایی ها از سال 1920 تصمیم گرفتند با دنیا تعاملات بیشتری داشته باشند. آمریکا دکترینی داشت به اسم مونرو دکترین که اینطور میگه: آمریکا به هیچ عنوان نباید در درگیری‌های کشورهای دیگه دخالت کنه و همچنین نباید به هیچ دولت اروپایی اجازه دخالت در امور آمریکا رو بده. اما با ورود اونها به جنگ جهانی اول این دکترین زیر پا گذاشته شده بود. کشورهای اروپایی هم اصلا دوست نداشتند آمریکا در لیگ آف نیشنز حضور داشته باشه. چرا؟ چون 2 اقیانوس آمریکا رو از بقیه کشورها جدا میکرد و آمریکایی ها هیچ درکی از خطرها و تهدیدهایی که کشورهای اروپایی با اون درگیر بودند نداشتند. از زمان صلح ورسای تا 13 سال بعد وضعیت آلمان وحشتناک بود. بیکاری، فقر و فحشا بیداد میکرد و آلمان ها خودشون رو زیر دست و پای فرانسه و انگلیس له شده میدیدن. در اوایل دهه 30 میلادی حمله به بانک های آلمان باعث شد که دیگه این پرداخت بدهی به انگلیس و فرانسه قطع بشه. همین قضیه هم بسیار به هیتلر برای قدرت گرفتنش کمک کرد. این 13 سال جنگ آلمانی ها بر سر پول باعث شد قرارداد ورسای عملاً نابود بشه. وقتی که آلمان دیگه نتونست به انگلیس و فرانسه پولی پرداخت کنه، انگلیسی ها فهمیدن که این قرارداد عملی نیست. دیگه نمیتونن این قرارداد رو رسمی بدونن. به فرانسه پیشنهاد دادن، گفتن اگر امکان داره عهدنامه صلح ورسای رو کنار بذاریم، چون دیگه اینها نمیتونن به ما پولی بدن، فشار اقتصادی داره بهشون میاد و اگر ما زیادی به اینها فشار بیاریم میتونه پیامدهاش وحشتناک بشه. ولی فرانسه نپذیرفت. حتی از انگلیس دلسرد شد که چون انقدر راحت فشار آوردن بر آلمان رو داره کاهش میده، میخواد خودش رو کنار بکشه.
در اینجای کار فرانسوی‌ها دست به یک سری اقدامات تحقیرآمیز زدن. چیکار کردن؟ با نیروهای نظامیشون وارد خاک آلمان شدن، به شهر برلین رفتن، در روز روشن مردم آلمان رو کتک می‌زدن، جیبشون رو خالی می‌کردن، حتی پلیساشون رو می‌گشتن و میگفتن شما کشور شکست خورده هستید، باید به ما غرامت بدید، اگر نمیتونید همینیه که هست، ما هم شما رو کتک میزنیم و جیباتون رو خالی میکنیم. کدشون رو میگرفتن، کیفاشون رو میگرفتن و همینطور که گفتیم تو روز روشن در ملأ عام اینها رو کتک میزدن. پیروزمندانه هم در خیابونهای آلمان قدم میزدن. فیلمای اینها هم موجوده، فیلمش رو من اینجا نمیتونم نمایش بدم، تو اینستام نمیتونم چون پاک میکنه، تو کانال تلگراممون میذاریم. فیلماش هست که فرانسوی‌ها تو اون دوره، یعنی بین جنگ جهانی اول و دوم، قبل از روی کار اومدن هیتلر، آزادانه وارد آلمان میشدن، آلمانی‌ها رو کتک میزدن و اموالشون رو هم میدزدیدن. پلیس آلمان هم نمیتونست به اینها چیزی بگه. هیتلر رویای یک کشور قدرتمند رو داشت، اما خیلی ها این رویا رو دارن و شکاف بین رویا و حقیقت خیلی شکاف بزرگیه. هدف هیتلر در ابتدا فقط یک چیز بود، این که معاهده ورسای رو بذاره کنار. هیتلر به عهدنامه صلح ورسای میگفت Slave Treaty of Versailles، یعنی عهدنامه بردهداری ورسای. هیتلر میخواست آلمان رو دوباره قدرتمند کنه. از زمانی که هیتلر در سال 1933 قدرت رو به دست گرفت، سیاستش فقط یک چیز بود، این که خط به خط معاهده ورسای رو حذف کنه. یکی از مشکلاتی که خیلی از تاریخ نگاران در مورد هیتلر انجام میدن اینه که هیتلر رو با سایر مقامات و رهبرای سیاسی یکی در نظر میگیرن، شخصیتش رو به یه شکل میبینن و بعد همین شخصیت رو مورد بررسی قرار میدن. این قضیه کاملا اشتباهه. هیتلر یک تفاوت خیلی بزرگی با سایر رهبران سیاسی، چه در گذشته، چه در زمان خودش و چه حتی در زمان حال داره. هیتلر معمولا هر حرفی که میزد، این حرف باید به عمل میشست، تمامی حرفاش رو باید عملی میکرد، اون هم به بهترین شکل ممکن و البته نسنجیده گاهی اوقات. یعنی نگاه نمیکرد که اگر این حرف عملی بشه پیامدهاش چطور میتونه باشه. هرچی که بود باید اون حرف عملی میشد، باید به ثمر میشست. در اولین اقدام هیتلر به مردم آلمان قول یک رهبری کامل رو داد. قول داده بود این حکومتی که در آلمان هست و معلوم هم نیست که چه حکومتیه، مدام قدرت‌های مختلف هم دارن بهش طعنه میزنن، همه اینها رو کنار بزنه و یک حکومت واحد و قدرتمند رو در آلمان روی کار بیاره. 1 ماه بعد از اینکه هیتلر قدرت رو به دست گرفت، مجلس آلمان که بهش رایشتگ گفته میشد به آتیش کشیده شد. مجلس آلمان نماد دموکراسی در آلمان بود. نازی‌ها کمونیست‌ها رو مقصر می‌دونستند، چیزی که روی کاغذ شاید یکی از اهداف کمونیست‌ها هم بود. حتی یک کمونیست آلمانی رو به خاطر این کار اعدام کردند. ولی هیچ وقت معلوم نشد خود نازی‌ها این کارو کردن یا واقعاً کار کمونیستا بود. ولی اکثر منابع تایید میکنن که این کار رو نازی‌ها انجام داده بودن. هرچی که بود هیتلر به قولش عمل کرده بود و دموکراسی رو در آلمان نابود کرد. این چیزی بود که اکثریت مردم آلمان در اون دوران با تمام وجود میخواستند. درک این مسئله برای زمان ما بسیار سخته. نازی‌ها از این فرصت نهایت استفاده رو کردند. اونها به طور موقت مجلس رو منحل اعلام کردند و تمام کمونیست ها و سوسیالیست هایی که مخالفشون بودند رو زندانی کردند. دفتر صدراعظم و رئیس جمهور با هم ادغام شد. ارتش به آدولف هیتلر سوگند وفاداری یاد کرد و دموکراسی آلمان تبدیل به دیکتاتوری شد. در ابتدای کار که نازی‌ها قدرت رو در دست گرفتند، زیاد چیزی در مورد دشمنی نازی‌ها و یهودی‌ها به گوش نمی‌رسید. این قضیه چندان مهم نشده بود. ولی وقتی هیتلر به طور کامل بر آلمان تسلط پیدا کرد، علنا ضد یهودی‌ها شروع به سخنرانی کرد. هیتلر چی میگفت؟ میگفت دشمن ملت آلمان یهودی‌ها هستند. هیتلر به همه گفته بود که یهودیان قصد دارن نژاد آلمانی رو، نژاد آریایی نوردیک رو که همون نژاد آلمانی میشد، از بین ببرن. هیتلر به مردمش گفته بود که یهودیان از نژاد اسلاو، یعنی همون کمونیست‌های شوروی هستند و این افراد قصد دارن به ما حمله کنن و نژاد ما رو میخوان ریشه‌کن کنن. ما هم نباید بهشون اجازه بدیم.
این یه طرف قضیه بود و شعارهای نژاد پرستانه‌ای که هیتلر زیاد در سخنرانی‌هاش به کار می‌برد. اما یهودیان چه کارهایی در جامعه آلمان انجام داده بودند؟ چه اتفاقاتی افتاده بود که مردم هم با هیتلر همراه شدند؟ در اون زمان اکثر بیزینس‌های قدرتمند در اختیار یهودیان بود، مثل بانک‌ها، کارخونه‌ها، کارگاه‌ها. پشت این قضایا همه یهودی بودند و اکثر ثروت جامعه در اختیار یهودیان بود. این یه طرف قضیه است که البته این رو هم بگیم هیتلر هم فقر جامعه رو به گردن یهودی‌ها مینداخت. میگفت این یهودی‌ها این پول‌ها رو در جامعه نمی‌ریزن، پول‌ها رو واسه خودشون نگه داشتن و همین یهودی‌ها یکی از عوامل فقر در جامعه آلمان شدن. یه قسمت دیگه برمیگرده به رسانه‌های پورنوگرافیک. اون زمان آلمان تبدیل شده بود به پایتخت مسائل جنسی در اروپا. هر مرد اروپایی با هر تفکر جنسی، با هر کتگوری سکسی که تو ذهنش بود به آلمان می اومد و از اون طریق خودش رو ارضا می کرد. چون در آلمان فقر بود، زنان آلمانی با قیمت خیلی ارزونی خودشون رو در اختیار مردهای اروپایی قرار می دادن و رسانه های پورنوگرافیک هم در آلمان مدام داشت چاپ می شد. پشت پرده این رسانه ها هم همچنان یهودیا بودن که این رسانه ها رو داشتن منتشر میکردن. به همین دلیل هیتلر این قضیه رو یک تحقیر برای ملت آلمان میدونست. میگفت این تحقیر برای ما که اینجا شده مهد فساد، اینجا شده مرکز جنسیتی در اروپا و همه دارن خودشون رو از این طریق خالی میکنن. این قضیه برای ملت آلمان یک تحقیر محسوب میشه. هیتلر دست به کار شد و اولین اقدامات خودش رو علیه یهودیان انجام داد. اون بیزینس های قدرتمند رو از یهودیان گرفت. تمامی این پولها، ثروتها، کارخونه‌ها یهودیان رو از شغل‌های رد بالا انداخت بیرون و حتی مجبور به خروج از کشور کرد. تعداد زیادی رو هم دستگیر کردن، یک تعداد هم به دست حزب نازی کشته شدن. علاوه بر همه اینها انواع مسائل جنسی، هم جنسگرایی، رسانه‌های پورنوگرافیک، همه اینها ممنوع اعلام شد. حتی یک عکس معروفی هم هست که کتاب سوزی نازی‌ها شهرت داره. خیلی اعتقاد دارن این کتاب‌هایی که نازی‌ها دارن میسوزونن کتاب‌های کمونیستی و حتی مجلات پورنوگرافیکه که اون زمان تعداد خیلی زیادی از اینها در آلمان داشت منتشر میشد و آلمان تبدیل به مهد این گونه رسانه‌ها شده بود. هیتلر به تمام وعده‌هاش عمل کرده بود. اون گفته بود بیکاری رو ریشه‌کن میکنه و کرد. یک پلن برای احیای اقتصادی و اجتماعی آلمان مطرح کرد. چیزی که اگر بهتر از سیاست‌های روزولت در آمریکا نبود، چیزی کمتر از اون هم نداشت. پیشرفت آلمان باور کردنی نبود. پول و ثروت در جامعه پمپاژ میشد. برنامه‌های اقتصادی و ساخت و سازهای گسترده در جامعه راه اندازی شده بود. هر روز شغل‌های جدید به وجود می اومد. تصویر آلمان در اوایل دهه 30 و زمان روی کار اومدن هیتلر جامعه فقیر و شکست خورده بود که مرکز فساد در اروپا شده بود و از همه کشورهای اروپایی برای زنهای ارزون قیمت آلمانی به آلمان سفر می‌کردند. اما تصویر اواخر دهه 30 میلادی این بود که هیتلر و بقیه افراد حزب نازی با افتخار داشتن اتوبان‌های بزرگ آلمان رو افتتاح می‌کردند، چیزی که مشابهش رو هیچ کشور دیگه‌ای نداشت. آلمانی‌ها روند پیشرفتشون یه تفاوتی با آمریکا داشت. آمریکا برای پیشرفت اقتصادی همچنان لازم بود که با یه سری از کشورها وارد معاهده اقتصادی بشه. وابسته شده بود به خیلی از این کشورها. ولی آلمان خودکفاییش خیلی بیشتر از آمریکا بود. زیاد نیازی نبود که از کشورهای دیگه هم کمک بگیره. گفتیم زیرساخت‌های اقتصادی سر جاش بود، پول رو هم پمپاژ کردن به جامعه و بعد هم شروع به ساخت جامعهشون کردن. هیتلر با آمار بازی کرده که این رو کاهش داده. این قضیه جزء همون نکات مبهمیه که توی منابع غربی میاد. چنین چیزی زیاد معنی نداره. اگر اونها داشتن کارخونه میساختن، کارگاه میساختن، محصول تولید میکردن یا اون اتوبان‌های پهناور رو میساختن، نیازی نبود که با آمار بازی کنن. همه اینها نیاز به نیروی کار داشت. علاوه بر اون ارتش میلیونی داشت تشکیل میداد. خیلی از این جوانها باید وارد ارتش میشدن. این هم خودش یک شغل در آلمان بود. یعنی مطمئنا نه تنها همه اینها وارد کار شده بودن که به احتمال زیاد از کشورهای همسایه هم برای کار وارد آلمان شده بودن و این قضیه چندان با منطق جور در نمیاد. در ماه مارچ 1935 آلمان اقدام به پس گرفتن منطقه سارلند کرد که یکی دیگه از بندهای قرارداد ورسای بود. سار منطقه کوچیکی بود ولی از نظر اقتصادی بسیار برای آلمانی ها مهم بود. منطقه‌ای در مرز فرانسه
که در جنگ جهانی اول توسط فرانسوی ها از آلمانی ها گرفته شده بود. در قرارداد ورسای اومده بود که 15 سال پس از اشغال سار توسط فرانسوی ها یک رفراندومی برگزار بشه و مردم سار انتخاب خواهند کرد که یا دوباره بخشی از آلمان باشن یا بخشی از فرانسه یا اینکه مستقل بشن. 2 سال از قدرت گرفتن هیتلر میگذشت. هر فردی که در سار زندگی میکرد میدونست که عضویت دوباره با آلمان یعنی به یک کشور نظامی دیکتاتوری وصل شدن. این یعنی یک رأیگیری برای پایان دموکراسی در منطقه سار. گفتیم که سار 15 سال بخشی از فرانسه بود و یک حکومت دموکراتیک هم داشت. مردم سار هم تفاوتی با سایر مردمان اروپا نداشتن. مردمان باهوشی بودن اصلا و بسیار هم باسواد بودن. مردمان فرهیخته‌ای در اون ناحیه زندگی می‌کردن. رأیگیری بعد از 15 سال انجام شد. مقامات بین‌المللی هم در این رأیگیری حضور داشتن تا نظارت داشته باشن ببینن به هیچ عنوان تقلبی رخ نده. نتیجه رأیگیری خیره کننده بود. 98% از مردم سار به آلمان رأی دادن. اونها می‌خواستن بخشی از آلمان نازی باشن. 98% از مردم سار به هیتلر رأی دادن و دیگه نمی‌خواستن بخشی از فرانسه دموکراتیک باشن. اگر در اون دوران در اروپا بازیگر نقش اول رو هیتلر بدونیم، بدون شک بازیگر نقش دوم موسولینی بود. حکومت ایتالیا خیلی شلوول شده بود و مدام در حال تغییر بود. موسولینی اومد و قدرت رو در دست گرفت و یک از اقداماتش مافیای ایتالیا رو سرکوب کرد. مافیایی که بسیار برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردن، ناامنی ایجاد می‌کردن. بعد هم اقتصاد ایتالیا رو رشد داد. همه اینها باعث شده بود که مردم در ابتدای کار بسیار از موسولینی استقبال کنند. موسولینی هم فرد دیکتاتوری بود، فردی بود که به این راحتی‌ها نرمش به خرج نمیداد. ولی گفتیم مردم علاقه داشتن به این دیکتاتورها. دیکتاتورها رو به چشم یک ناجی می‌دیدن و دیکتاتورها هم کارشون رو داشتن درست انجام میدادن. اگر مملکت رو ول می‌کردن، اون ممالک سقوط می‌کردن. در اقدام بعدی سوال پیش میاد چی شد که موسولینی به سمت هیتلر تمایل پیدا کرد؟ ایتالیا در جنگ جهانی اول همپیمان انگلیس و فرانسه بود و جبهه پیروز رو در اختیار داشت. اما داستان ایتالیا هم از همین عهدنامه صلح ورسای شروع میشه. ایتالیا احساس کرد که در این عهدنامه اونطور که باید و شاید حقش رو نگرفته و فرانسه و انگلیس بهش خیانت کردن. به همین دلیل به دنبال یک همپیمان دیگه میگشت و میونه ایتالیا با فرانسه و انگلیس شکراب شده بود. موسولینی حکومت فاشیستی رو معرفی کرد. نازی ها هم بسیاری از اصولشون رو عیناً از فاشیسم وام گرفتن. بزرگترین تفاوت این دو رهبر تفاوت در گفتار و عمل بود. موسولینی دائما از قدرت حرف میزد، در حالی که در واقعیت ایتالیا بسیار ضعیف بود. نه صنعت مدرنی داشت و نه منابعی. سالهای بعد با پیشرفت نازی ها موسولینی به سمت هیتلر متمایل شد و دوست داشت رد پای هیتلر رو دنبال کنه، اگرچه به هیچ عنوان قدرت هیتلر رو نداشت. در سال 1935 ایتالیا به کشور آفریقایی آبیسینیا یا همون اتیوپی حمله کرد. تنها کشور آفریقایی که در اون دوران مستقل بود، کشوری که با یک پادشاهی اداره میشد و مردم پادشاهشون هیلی سلاسی رو خدا میدونستند. دو کشور قبلا در قرن 19 با هم جنگیده بودند. در اون جنگ ایتالیا از ارتش آفریقایی شکست خورد. موسولینی میخواست انتقام بگیره. اتیوپی میخواست امپراتوری خودش رو در آفریقا گسترش بده و این قضیه با خواسته ایتالیایی ها منافات داشت. ایتالیا میخواست در آفریقا قلمرو خودش رو از سومالی گسترش بده. اما چطور اشغال کشور اتیوپی، کشوری دور افتاده در آفریقا که اروپایی ها اصلاً بهش اهمیت نمیدادن، باعث شد جهان یک قدم به سمت جنگ جهانی دوم نزدیکتر بشه.
پاسخ در مجمعی بود که ورسای اونو ایجاد کرده بود. آبیسینیا یکی از اعضای لیگ آف نیشنز بود. سلاسی در مجمع درخواست کمک کرد. مجمع در این باره بحث کرد و در نهایت تصمیم گرفتند ایتالیا رو تحریم کنند. یک تحریم کوچیک اما بسیار مخرب. اونها ارسال نفت به ایتالیا رو ممنوع اعلام کردند. اما قبل از اینکه اقدامی علیه ایتالیا بشه، لیگ یه پیشنهادی به موسولینی داد. گفتن یک پادشاه دست نشانده در اتیوپی روی کار بیار و خاک اونجا رو ترک کن تا اینجوری همین کشور رو داشته باشی، هم در صحنه بین‌المللی وجهه لیگ خراب نشه. موسولینی پادشاه جدیدی رو برای امپراتوری آبیسینیا معرفی کرد، یک پادشاه ایتالیایی. هیتلر همه این صحنه ها رو از دور داشت به خوبی رصد میکرد. هیتلر میدید که یک کشور اروپایی به یک کشور آفریقایی حمله کرده و جامعه جهانی هیچ گونه واکنشی هم نشون نمیده. در واقع جنگ جهانی اول قرار بود جنگی باشه برای خاتمه دادن به تمامی جنگ ها، اینکه دیگه هیچ کشوری به کشور دیگه حمله نکنه. قرار بود اگر یک کشوری به کشور دیگری حمله کنه یا جنگ رو شروع کنه، همه علیه اون بشن و اون کشور رو کنار بزنن. ولی هیتلر در کمال ناباوری دید که موسولینی ایتالیا حمله کردن به سمت اتیوپی، کشور رو در اختیار گرفتن. لیگ آف نیشنز نه تنها کاری به کارشون نداره که حتی پیشنهاد هم داره بهشون میده. همه اینها هیتلر رو هم ترغیب کرد. هیتلر هم قصد داشت در این آشفته بازار قدمی برداره. قصد هیتلر پس گرفتن منطقه رایلند از فرانسوی ها بود. در 6 مارچ 1936 هیتلر به ارتشش دستور داد با یک رژه نظامی از منطقه رایلند عبور کنند. این یک ریسک بزرگ بود. آیا فرانسوی ها با اونها وارد جنگ می شدن؟ هنوز ارتش آلمان اونقدری قدرتمند نشده بود که بتونه در برابر فرانسه مقاومت کنه. هیتلر این قمار رو برد. از اینجا بود که هیتلر فهمید میتونه تمامی اشتباهات قرارداد ورسای رو تصحیح کنه. تمامی این داستان‌هایی که داریم تعریف می‌کنیم مال قبل از جنگ جهانی دومه. همه اینها افتادن به جون همدیگه، جنگ‌هایی داره جسته و ریخته شکل میگیره و هنوز جنگ جهانی دوم به طور رسمی شروع نشده. اما حالا می‌خوایم بریم به سمت شرق آسیا، ناحیه‌ای که کمتر دیده میشه. چینی‌ها با تاریخ نویسی غربی مشکل خیلی زیادی دارن. میگن غربی‌ها وقتی تاریخ می‌نویسن اروپا رو کل دنیا در نظر می‌گیرن. چینی‌ها اعتقاد دارن جنگ جهانی دوم در اروپا شکل نگرفت، بلکه سالها قبلترش در آسیای شرقی اتفاق افتاد، اما زیر سایه سنگین هیتلر کسی نگاهی به اون طرف نمی کرد. در آسیای شرقی چه اتفاقی افتاده بود؟ همونقدر که روزولت و آمریکایی ها با حسرت به آلمان نگاه می کردند، در طرف دیگه اقیانوس امپراتوری ژاپن با حسرت به آمریکا نگاه می کرد. داستان از سال 1926 شروع میشه. در سال 1926 یک امپراتوری جدید در ژاپن به روی کار اومد. فردی به اسم هیروهیتو. در دوران بین دو جنگ جهانی گذار ژاپن به سمت یک جامعه مدرن با شکست مواجه شده بود. اونها بعد از جنگ جهانی اول یک حکومت دموکراتیک رو پایه‌گذاری کردند و با یک سرعت عجیب و معجزه آسایی از جامعه سنتی به یک کشور مدرن با حکومت دموکراتیک تبدیل شدند. اما این حکومت هم مثل بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک اون دوره به نظر شکست خورده می رسید. اقتصاد نابود شده بود و فقر و گرسنگی بیداد می کرد. ژاپن در سمت برنده جنگ جهانی اول بود، اما اونها هم مانند ایتالیا چیز چندانی از ورسای گیرشون نیومد. با کنار گذاشتن دموکراسی در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان و اسپانیا، ژاپنی ها هم کم کم به این فکر افتادند که شاید باید از سیستم غربی فاصله بگیرند. اونها دوباره به سیستم سنتی اداره مملکت برگشتند. ژاپن یک جزیره دور افتاده بدون هیچ منبعی بود.
اونها دیدند هیچ کاری برای بیرون اومدن از این رکود بزرگ اقتصادی نمیتونن انجام بدن. ژاپنی ها با طمع به کشور همسایه‌شون چین نگاه میکردند. اونها میدیدند که قدرت های اروپایی مانند انگلیس و فرانسه دارن تمام منابع و ثروت های این کشور رو غارت میکنن، ولی ژاپنی ها که با غربی ها در یک جبهه می جنگیدن هیچی از این منابع گیرشون نمی اومد. ژاپن هم مثل ایتالیا احساس میکرد که در عهدنامه صلح ورسای بهش خیانت شده و اونطور که باید و شاید سیبیل ژاپنیا رو هم چرب نکردن، چیزی گیرشون نیومده. به همین دلیل از انگلیس و فرانسه دلسرد شده بود، حس میکرد که متحدان قبلی بهش خیانت کردن. ژاپن هم به دنبال متحدان جدیدی میگشت. ژاپن به سمت ایتالیای فاشیستی و آلمان نازیستی تمایل پیدا کرد، با اینکه حکومت ژاپن خیلی با اون دوتا تفاوت داشت. نظام حکومتی ژاپن 1% هم وجه اشتراک با ایتالیا و آلمان نداشت، ولی در یک زمینه حداقل اینها به اشتراک رسیده بودند. اون همین بود که دشمنشون مشترک شده بود. همه اینها از انگلیس و فرانسه کینه به دل گرفته بودند. در زمینه دشمن با هم دیگه مشترک بودند، ولی از لحاظ ایدئولوژی و سیستم و سیاست خیلی با هم دیگه فرق داشتن. داستان ولی پیچیده تر از این حرف هست. داستان مشکلی که ژاپن با انگلیس داشت برمیگشت به سالهای قبل. انگلیسی اومدن وارد منطقه شدن و یک مرزی رو مشخص کردن. گفتن این مرز مشترک بین چین و ژاپن باشه، یه قسمت بیفته دست ژاپنی ها و یه قسمت بیفته دست چینی ها که انگلیس هم در اون قسمت نفوذ داشت. ژاپن یه نگاهی که به خودش کرد، یه مقدار که زمان گذشت دید که سرش کلاه رفته. اون قسمتی که افتاده دست انگلیس پر از منبع و ثروته و این قسمتی که دست ژاپنه هیچی نداره. ژاپن به خاطر اینکه از این حالت تحقیرآمیز خارج بشه تصمیم گرفت قلمرو خودش رو در خاک چین گسترش بده. در سال 1931 یک حمله غیر واقعی و برای به هم ریختن معادلات ذهنی ژاپنی‌ها توسط چینی‌ها انجام شد. این جنگ‌های غیر واقعی و یهویی جزو تاکتیک‌های قدیمی چینی‌هاست. اما ژاپنی‌ها از همین بهونه استفاده کردند و به منطقه مانکوریا حمله کردند. اونجا رو در اختیار گرفتند و امپراتور قبلی چین در اون منطقه رو به عنوان امپراتور دست نشانده روی کار آوردند. با این پیروزی کشور ژاپن به سرعت تبدیل به یک کشور تمام نظامی شد. امپراتور در بین مردم حکم خدا رو داشت، اما در عمل همه تصمیمات رو ژنرال‌های ارتش می‌گرفتن. این جنگ اولین جرقه واقعی جنگ جهانی دوم بود. در لیگ آف نیشنز ژاپن رو برای این کار متهم کردند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. ژاپن لیگ رو ترک کرد. این اتفاقات 1 سال قبل از قدرت گرفتن هیتلر رخ داده بود. در سال 1936 به خاطر ترس از شوروی کمونیستی ژاپن با آلمان و ایتالیا یک قرارداد همکاری بر ضد کمونیسم امضا کرد. 1 سال بعد، یعنی در سال 1937 جنگ اصلی بین ژاپن و چین شروع شد. دوباره با همون حمله های غیر واقعی و یهویی چینی ها. در سپتامبر 1937 پایتخت اون زمان چین، نانکینگ، به دست ژاپنی ها افتاد. دست کم 300,000 نفر چینی جونشون رو از دست دادند و بسیاری دیگه مورد تجاوز قرار گرفتند. این اتفاق هم 2 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم رخ داد. در سال 1937 نیمی از مسیر جنگ جهانی دوم شروع شده بود. تاریخدانان چینی این جنگ رو آغاز جنگ جهانی دوم میدونن. دیگه تقریبا معلوم شده بود که حمله به کشورهای دیگه واکنش چندانی از نظر جامعه جهانی نداره. ژاپنی ها قسمتی از چین رو تصرف کرده بودند، موسولینی اتیوپی در آفریقا رو گرفته بود و هیتلر هم رایلند رو پس گرفته بود. همه اینها هیچ واکنشی از سمت جامعه جهانی به همراه نداشت. با قدرت گرفتن حزب نازی در همسایگی آلمان، یعنی کشور اتریش، حالا هیتلر نظرش به سمت کشورهای همسایه جلب شد. جنگ جهانی دوم از قبل شروع شده بود و همه چیز بوی شدت گرفتن این جنگ رو میداد.